مؤسسه دولتی سینما در مدت 14 ماه با همکاری تلویزیون سینما وطنی روی دوام آورد. اولین ایده فیلم یک روز در نخست نمایش دست من یک مشتری اومد، بسیار هم یک روحیه بد داشت. بعد از تماشا کردن فیلم فهمیدم که من شما چیز گفتنی دارد. این است پیغام برای من بکنید. من دیدم که چیز گویان، چیز درد دارد. گفتم حالش پیغام میگیرم صحبت کنید. و این دختر اومد نقد کرد. او چخیل در سن 17 سالگیش که آرزوی دکتر شدن داشت، چخیل او را شکستم. و همگی بعد از 42 روز خانه‌داری شوهرش او را ترک میکند و به روسیه میرود و با 11 سال میکند. و این دختر چخیل قهرمانانه برای این 11 سال او را انتظار میشود. این روزهایی بودند که شوهر او از روسیه برگشته است و از او جدا شده و او خودش را در این بازی زندگی مغلوب می‌داند. وقتی که او نقل کرد این در عمق دل من جا گرفت و من در چشمان او نگاه کردم. گفتم تو می‌دونی تو در این بازی قهرمانی، تو در این بازی غالبی. آنی که به تو خیانت کرد اون مغلوب است. تو باید قامت راست گیری، تو باید خودت راست کنی. نه هر زنی توجیه اینقدر صبرانه، اینقدر با اندیشه کودکش را برسونده، اینقدر عفت داشته میتونه. و من خانه رفتم فکر کردم که همین قهرمان، همین ابراز میتواند یک نمونه باشد برای دختری تاجیک، برای سیمای دختری تاجیک. من فکر میکنم بعد از آنکه فیلم روی نوار آمد و مردم اینقدر این را با هیجان، با حساس قبول کردن، من خطا نکردم که برای فیلم ما، برای مردم ما فیلم‌های متوسط خیلی ضرور است. فیلم‌هایی که به مردم بخصوص به دختران روحیه میبخشند خیلی مهمند و من در خودم خلاصه امید کردم که این گونه فیلم‌ها برای ملت ما خیلی ضرور است و جامعه که هر روز یک خبری ناخوش میشنود، یک در خودش باوری را از دست میدهد، این گونه فیلم‌ها خیلی مهم است. نه تنها مبلغ، دستگیری لازم، دستگیری جوانان، دستگیری آن نفرانی که در همین ساحه وابسته هستند. انا همین چیز لازم است که سینمای تاجیکستان رشد کند. ما رشد کرده ایستاده‌ایم. کمتر دیگر دستگیری.